مریم کیه؟ مامانمه. فالگیرا کی بریم من اصلا خار دونویس تو گاهید قشنگ مشخصه اصلا آدم واقعیه. اصلا شما نگاه کنید. سلام رفیقای خوشگلم، خوش اومدید با یه ویدیوی دیگه از چنل خودتون. آقا امروز قراره سایکو نخندی باشه، ولی خب طبق معمول که من همیشه نیش من بازه و میخندم، امروز میخوام سعی کنم نخندم ولی نمیتونم. دارم از الان بهتون میگم. بریم سری سر اصل مطلب، ویدیوها رو با هم دیگه ببینیم و اتر کنیم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم، مرسی که هستید. هی اجدر همین چوبرم تو بیار. وای الان چطوری بیارم لاشی؟ آجی چوبه خیلی گنده بود برای اجدر. نمیبینی؟ آره کورم. بزنم تو گوشت؟ بزن، تو یه آدم بیدست رو میخوا بزنی، همه زدن تو هم بزن، اشکال نداره. ببخشید. آخه ای کسافت، چه کاری بود کردی؟ خب حالا مرد شیری بکشه بالا شلوارشو. ای بابا سوء استفاده کرد. آخه علی اون پیرمرده رو ببین چقدر تنهاست. آره چقدر غمگینه. بریم باهاش حرف بزنیم. آره بریم. سلام پدر جان. سلام پسرم، خوب هستی؟ پدر جان آرزو تو زندگی چیه؟ والا من آرزوم اینه که کاش میشد زنا رو خورد کرد. منظورت چیه پدر جان؟ ببین الان من یه زن 60 ساله دارم، دوست داشتم اونو بدم 3 تا 20 ساله بگیرم. پدر جان خار آرزو تو گا... پدر جان خیلی دیوسی. کسافت. صورت یارو رو حاجی. یک دنیا ممنون. واقعا احساس میکنم تمام منافذ صورتم باز شده. بازم تشکر. داشتونت باره شد، منافذ صورتت باز نشده. خیلی موجوده بابا. آخه یه تیکه چی که بهش میدی همیشه قدانته. بابا فخو سگورم بگیر الان نرفه این قلب مالی بگیر روی. آی خدا، میگه سگرم میگه الان مردم فکر میکنه بابانی. وقتی دیگه خیلی با مشتریت صمیمی میشی فروه. این ماشین هم فرو کردیم داخل دوست عزیزمون. داشت مبارکت باشه. فرو کردم بهت دیگه. فرو شده. خوب قشنگ بود. خوب. آقای همین رضا مشتری ایشون خریده دیگه، مبارکت باشه. چی میتونه بگه بنده خدا؟ با کلوسه ماشین جدید مبارک. قربونت برم. کلاسه چیه؟ دورت بگرم. این هم خریدم برای اونایی که قراره از پیشرفت من چونشون بسوزه. با کلوسه ماشین جدید مبارک باشه. بیا این ایلاشیش. خونش دیدی؟ من فکر کنم اول داره شوخی میکنه، نگو واقعا راست میگه. ولی خیلی اصلا حسودی میکنن. این برم بیابونه ولی من هنوز آنتن دارم. پنجشنبه جمعه کجا میبرید که آنتن نداری؟ خدای بعضیا واقعا چیکار میکنه پنجشنبه جمعه؟ زارعی هستم، موبایل کاج. شرکت پدر نزول دنیا نه ایران. کشت صنعت رب خوشناب 6 تا گوشی 17 پرو مکس خریدن، 3 تا ایرپاد. جمع شده 1 میلیارد و 395 میلیون. 50 تا چک 40 میلیون. 50 ماهه. میشه حساب کنی چند درصد سود گرفته؟ کارمزد زیر قیمت خداوکیلی بانک ملی. حساب کنید. زارعی هستم موبایل کار. 50% سود گرفته. 50%. اوه خیلی حاجی. سلام خسته نباشید. سلام مخلصم. بازار باشه. احمق مرد آتش نشان بازار باشه چیه پلشت؟ بازار باشه یعنی که کار بیشتر. بابا کسخلم بعضیا خدا یا حسین اگه من یه بار خیاطی کنم یعنی من خیاطم؟ نه. اگه من یه بار غذا درست بکنم یعنی من آشپزم؟ نه مسلما. نه. اگه یه بار سر یکی رو اصلاح بکنم من آرشگرم؟ واقعا نه. کاکو سرم درد نیار ای دادی بگو. دیگه اگه دادی بگو. فکر کنم این کار کرده بوده جی. کثافت، بیادب، بی تربیت. پوفشی. چقدر دوست داشتم، چقدر خوب بود. کثافت اشغال. تمام باورامو نسبت به خود عوض کردی بایی. دزدگیرای ایرانی. سلام.
تو کی دیگه؟ تو کی؟ من دزدم. من دزدگیر ایرانی ام. خب یه دقیقه وایسا. چی میخوای ببری؟ همین یه دونه اینو ببرم زد. واقعا دزدگیر ایرانی همینجوریه. سیگاری هم چطور؟ تو داشبورد هست بردار. آره. دمت کرد. خیلی آقایی. واقعا دزدگیرای ایرانی همینن. دقیقا کار دزدگیرای ایرانی همینا. دزد میاد میزنه میره مریم کیه؟ مامانمه. فالگیرا کی بریم مثلا خار دونویس تو گایید. آجی فالگیره نوشت در جا ورده رو خون فالگیره. پشما کی میگه مکانیکی یه شغل پر استرسه؟ الان همین آقا شما چند سالته؟ چند؟ قیافه قشنگ 70 ساله. دا میگه نزول حرومه ولی اوور اگه یه روزه نگیری 60 روز میکشه روش. دقیقا خدایی این چه کاریه واقعا؟ تازه خانم داری چی کار میکنی؟ معلوم نیست آقا، لاستیک ماشینم پنچر شده، دارم بادش میزنم. شما میتونید کمکم کنید؟ آخه من 2 ساعته دارم باد میزنم ولی حتی یه ذره‌ام باد نشده. خب خانم داری اشتباه باد میزنی دیگه، باید با این باد بزنی. وای آقا خدا خیرتون بده، مرسی. رد دادن ملت. آجی سرعت عمل رو نگاه کن. اوه اوه تموم شد رفت. اوه اینا رو نگاه کن خودت. اونو نگاه کن. انرژیزا پپسی بود. پپسی دمتون میگم خدایی هم کار میکنید هم تولید محتوا. آقا سلام، خسته نباشید. من یه جفت کتونی سالونی خفن می‌خواستم. سالونی خفن درسته؟ تولید خودمون دارم. این کار دارم ضمانت داره. خودمونه. یه دونه هم کار اورجینال دارم که شبیه همه مونه میتونه کسی اصلا نمیفهمه تغییراتشون. داداش اون یارو بیرون داره صدا. جانم سلام، نوکرتم، صبح بخیر، غلامتم جان. خب داداش اگه گفتی کدوم اورجیناله؟ ای کس. آفرین مردم نکنید. انسان موفق فقط با روزی 2 ساعت کار کردن با این ماشین تونستم این ساختمونو بخرم، این پرشو بخرم. اگر شما میخواید مثل من صاحب همه این چیزا بشید روزی 2 گرم از این بزنین، تباهم بزنین، بخرید. آقا یک گوشی موبایلی پیدا کردیم، رفتیم تو لیست مخاطبینش زنگ بزنیم به صاحبش بیاد ببره. دیدم تو لیست مخاطبینش زده جنده 100 تومانی، جنده 200 تومانی، نمیدونم امیر خونه خالی، زهره لب پروتزی، فلان 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 فلان. ما هم تحصیل انداختیم تو جوب، گفتیم الان زنگ بزنیم بیاد ما رو میگیره میکنه، بعد میگه یاونده از عقب. یاونده از عقب. با اومدیم چیگری بهش گفتیم که گوشتش چیه، گفت که گوسفندیه. چون من ازتون باور کنیم یا نه؟ ندیدا الان دید. خره وای منو توف کرد بیرون. آخه چه تعجبی کردن خدا. تمام مخلصی. داداش فقط ساده این سوال، شما غیر از این مغازه مثلا پدرینه شغل دیگه هم دارن؟ نه خلبانه. حد میزدم. من پدرم خلبانه. اتفاقا دیروز اینو با هم دیگه پرواز داشتن مغازه ما. نه بابا والا فقط سفینه رو جلو گذاشتن یا سفینه رو دیدین؟ آقا جان عزیزتون نفر یه دونه کامنت برای من بذاره پیج من دیده بشه. اگر نکنید این کارو من میرم اینجوری ویدیو میگیرم. نفر یه دونه کامنت. اگه کامنت نذارید برای من، لایک نکنید این ویدیو رو. پیجم داره میره. پیجم داره میپره. خیلی تو خواب رفته اصلا. دمتون گرم. اگر این کارو نکنید برای من از این ویدیو میگیرم میذارم. بهتون بگم. چند کیلو ساندویچ؟ بیشتر از 3 کیلو. یزید کا برای تو نیست، کادون که برای توی که داشت. اینو نگاه کن 3 کیلو ساندویچه.
100 تومن پول دادی مادر مرده ردیف دادی داشت. حالا روشن کن. به افتخار تولد بابا منصور. بابا منصور تولد دوباره. میره هوا میره هوا. نه بابا این میره مستقیم میره رو هوا. رفت تو کونه. مستقیم رفت تو کونه بابا منصور. بابا منصور تولد مبارک. تازه داشتم میخوندم برات. یا علی زئوسه؟ داشت این برقا چجوری؟ داداش اولین باری که فهمیدی نمیمیری کی بود؟ مردم زنشون اونجوری بوس نمیکنن تو سیمو بوس میکنی. بعد نه سیمچینی نه کلاجوشکاری، اون همه جرقه. اگه اشتباه نکنم تور یا زئوس، باورم نمیشه اصلا تو با این ریلکسی اونجا نشستی سیمو با دست داری میبیچونی برای خودت. واقعا زئوسی بود برای خودش. بچه جدیدن این رباتای توی کیشو دیدین؟ اصلا قشنگ مشخصه اصلا آدم واقعیه. اصلا شما نگاه کنید. بعد اصلا اینم به کنار بابا جوش داره صورتش. من خوبم. نگاه کن. اسمتون چیه؟ من میس دیتا هستم. میس دیتا؟ میس دیتا. کارت چیه؟ ولی خیلی سخته، پلک اصلا نمیزنه. یک داده هستم و در فضای دیجیتال زندگی میکنم. فضایی به نام بلاکچین. میتونی لبخند بزنی؟ متاسفم. یه جوش هم اینجا داره، یه داره اینجا داره. کارایی چیه؟ منظورت فضای بلاکچین؟ چه کارهایی میتونی انجام بدی؟ نکنه. من اینجا زندگی میکنم. میتونی حرکت کنی؟ آره. بریم جلوتر. میخوای بیای داخل؟ بله بفرمایید. ولی نکنید آجی. ببین خب این یعنی دارید مردم رو به مسخره بگیرید. سلطان جوش صورتت مشخصه، خب چرا میای خودتو جای ربات فرض میکنی؟ اوکی بیا بگو من اول انسانم دارم کار ربات رو انجام میدم. اینجوری خیلی قشنگ‌تره. من یه ویدیو دیگه دیدم توی نمایشگاه بود توی دبی. حاجی ربات سرباز آورده بودن. وقتی ما داریم همه چیزو داریم میتونیم درست کنیم، چرا درست نمی‌کنیم؟ دمتون گرم دوستان، مرسی، کلی حال دادید تا اینجای ویدیو همراه من بودید. ویدیومون به پایان رسید. من که باختم، همه رو خندیدم. اصلا داش من نمیتونم. من کلا آدمیم که تو این کلیپ‌ها جر میخورم از خنده. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. انرژی میدید به من. دوستتون دارم. خداحافظ.